این توصیه رو یک مقام اسرائیلی کرد به آمریکایی ها. گفت اگر خاورمیانه رو میخواهید وقتتون رو مصروف عراق نکنید، برید سراغ ایران. قانون اونجاست، سرچشمه اونجاست. راهش هم این است که با ترویج فرهنگ غربی و تربیت آمریکایی مردم رو به واگرایی نسبت به دینشون و فرهنگشون و سنتشون و تاریخشون وادار کنید. وقتی مردم رها کردن، بعد از گذشت چند سال با یک تحرک احیانا نظامی مختصر این مانع بزرگ را، یعنی نظام اسلامی را، از سر راه بردارید. یک استراتژیست نظامی آمریکا گفت اگر به جای این موشک‌ها برای جوانهای شهرهای افغانستان وسایل شهوترانی، منظره‌های مهیج شهوت و ادبیات مهیج شهوت رو تو اینها ترویج کنید و پوشش‌های سبک غربی و آمریکایی بفرستید، مشکلی نخواهید داشت. این یک سیاسته. مسلمان‌ها یک روزگاری در جنوب اروپا، در اسپانیا تا جنوب فرانسه، یک کشور اسلامی به وجود آوردن. مهد تمدن، آغاز علم در اروپا از همون تمدن اندلسی قرون اولیه اسلام شروع شد. وقتی خواستن اندلس را از مسلمان‌ها پس بگیرن، کاری که کردن یک کار بلند مدت بود. گفتن باید جوانهاشون رو فاسد کنیم و کردن. تاکستان وقف کردن برای اینکه شرابش رو به طور مجانی بدن به جوانها رو کشوندن به سمت زنان و دختران خودشون برای اینکه اونها رو آلوده به شهوات کنن. این همون مسئله است. لذا سیاست امروز سیاست اندلسی کردن ایرانه. من دارم به شما جوانها میگم اینو، سیاست اندلسی کردن ایرانه.